آهای اهالی فینیتو، آهای جوانان فینیتو، بیایید که اخبار خوبی برایتان دارمندی. این ریس ریس مباشر من می باشندی. ریس ریس جان، همکاران جوان کت خداییت را به اهالی معرفی کن تا حالش را ببرندی. چشم کت خدا جان، این شما و این مخمخ طویله‌دار جدید فینیتو می باشندی؟ این مخمخ که برادرزادت می باشندی. نه عزیز جان، این مخمخ از برادرزادگی بنده استعفا داده است. حالا این رو ول کنید، کف را بچسبید که از این به بعد آفتابدار استبل کت خدا می باشندی. کف که دامادت می باشندی. ساکت. از کی تا حالا داماد هم فامیل شده؟ ولش کن ریس ریس، بعدی رو بگو. این هم چال است، وزیر امور میخ طویله. چال که خالزادت می باشندی. نخیر، اینها تبلیغات دشمنان است. این به دنبال تخریب مسئولان خدوم فینیتو هستند. به تبلیغات فضای مجازی گوش نکنید. در ضمن چال عمه‌زاده می باشندی، نه خاله‌زاده. ای بابا، عجب گیری کردیم ما. اینها اصلا حقوق نمیگیرندی، فقط کارشان خدمت می باشندی. من فقط خدمت میکنم، یه خورده هم کوخاری میکنم. من با فساد مبارزه میکنمندی، جنگل خاری هم کنارش. من همیشه زمین میخورم. ای وای ریس ریس، خاک عالم بر سرت با این فامیل هایت. بند را همی آب دادیدندی، فلنگ را ببندید که کارمان زار می باشندی. آها کت خدا، کجا رفتندی؟ دوتا از فامیل هایتان جا ماندی.